این طور نگوی. مهمش تو سلامت باشی، دیگرش اهمیت ندارد. مایلش میتوانم که خاموش کنم؟ میتوانی، با شرطی که پس از چند ساعت با من زنگ زنی. من دویم تو رو خبردار کرده ایستم؟ البته. یوز گوش کن، من شوخی ندارم. قسم میخورم که تو رو میکشم. با فکرم تو حالا هم درک نکرده ای که با چی مشکلی پیچیده ای. فهمیدم، خاطر نشو. اولی پس تا دیدار. تا دیدار. تو با یوز گپ زدی؟ چی مشکلی داشته است؟ دفعه گذشته من با او خورده بودم. گفت که پشتم درد میکند. من او رو به نزد یک دوگانه دخترم بردم. خدایا خداوندو، شما کی خوردید؟ فکری تو خطاست. نه، من هیچ چیز فکر نکردم. من با او کمک کردم. تو برای چی اومدی؟ اینجا یک چند حجت است. با فکرم تو میخوای که آنها رو از نظر گذرونی. تشکر. دریا، هر وقتی که خواهی میتوانی با من گفتگو کنی. تو میدونی کاری من مخفی نگاه داشتن سیر است. میدونم. تشکر. کیست تو؟ یک رفیقم که صحبت کردن نمیخواهم. خاموش کردم. دیگر ناراحت نمیکند. اگر غمگین شده باشید میفرمایم تو را به تماشا ببرند. مرا با عروبچه کودکانه میبرند. تو اگر تنها به کوچه برایی، عادتی به خانه برگشتن را نداری، دیگر چیکار کنم؟ من سیر شدم. با تو اشتهای تو. کشالی قماندان درست میگوید. مبادا او رو مجبور نکرده باشند. تو باید این مسئله رو بفهمی. اینجا است کشالی؟ تو خود به خود چی میگویی؟ تو ما رو میگویی؟ با کشالی گفتم. چی خیل؟ خودی حاضر با کشالی گپ نمیزدی؟ تو چی ها میگویی؟ تو را دوست میدارم برادر، بیا رفتیم. تو چرا میخندی ای بچه؟ کی خندید؟ قماندان او زمان عملیات هم میخندید. دایی میخندد. چنان میخندید که اگر دشمن او را بیند دلش نمیشد که پراند. این هم میخندد. شما چی رو پنهان میکنید؟ کو گپ زنید؟ چی شده است؟ قماندان من طاقت ندارم، میگویم. گپ زن. زودتر بگو آخر. акай оташ ва янгаи назлӣ аз дирӯз эътиборан фотиҳа карда шуданд. ин рост аст магар? کاری خواستگاری تمام شد.
کاری فاتحه و انگشترین رو حل کردم. کارها زیاد، مهم دختر رو صاحب شدم. چه خیل؟ رفته دختر رو خواستگاری کردم. روی راست نزلی رو خواستگاری کردی یعنی؟ بله، رفته خواستگاری کردم و صاحب شدم. اردیم قماندان هم راضی شد. نخست یک شلاق زدند. سپس چون پدر به آغوش کشیدند و جانم گفتند. تو اکنون داماد قماندان هستی ها؟ من میخواهم با عثمان تیر خالی کنم ولی حاضر جایی موافق نیست. اینجا بیا.